خیلی هایتون میپرسین که اینایی که دنیا رو کنترل میکنن این چی سیستمیه که اینا انقدر با هم هماهنگن و از بین نمیرن؟ این یک مثاله. ببینین در رأس اونها شیطان نشسته و از بالا دستور میده و زیر دستایش دستورات او رئیس بزرگ رو میگیره و بین مردم پخش میکنن. سیاستمدارها و قدرتمندهایی که شما توی تلویزیون ها میبینین اونها فقط دستورات رو اجرا میکنن. رئیس اصلی فقط یک شخصه. اینها همه زیر دستن. هدف اینها برده ساختن تمام انسان‌های، ربات ساختن تمام انسان‌ها. اینا میخوان از نیروی درون انسان‌ها استفاده بکنن. ببینین طرحی که توی سند 20 هست، ربات سازی انسان‌ها تا سال 2030، اینا دارن مرحله به مرحله دارن پیش میرن، دقیق دارن پیش میرن و این کار را اینا اجباری میکنن. به زودی اینها گذاشتن چیپ ها را مثل واکسن کرونا توی بدن انسان‌ها اجباری اعلام میکنن. 100 تا بهانه میارن، به خاطر کنترل مالیات، نمیدونم به خاطر شناسنامه دیجیتالی یا 100 تا کوفتی دیگه. این طرح ایناست، میخوان هر طور شده سر انسان‌ها پیاده کنن تا بتونن کنترل 100% روی انسان‌ها داشته باشن. افسوس که ما و شما خوابیم. یعنی فقط یک راه برای جلوگیری هست، او هم آگاهی همگانیه. همه مردم باید آگاه